من ماه منیر هستم و میخوام با همین گوشی روایتگر داستان زندگیم باشم. 5 ساله که از ایران خارج شدم، ساکن شهر سائوپائولو برزیل هستم. خیلی دوست دارم که مسیح جون قسمتی از زندگیم رو بهت نشون بدم و لحظه‌ای از زندگیمو با بقیه شریک بشیم. در سن 14 سالگی به علت تصادف با اتوبوس از یک موجود 2 پا تبدیل به یک موجود 1 پا شدم. یه موقع با عصا میام، یه موقع دوست دارم با پروتز میام بیرون. تازه میتونم شکل پروتزم هم تغییر بدم. یه موقع دوست دارم پروتزم مسی باشه، کاور روش. یه موقع دوست دارم نقره‌ای باشه. یه موقع دوست دارم پای طلایی داشته باشم. همیشه تو ایران که بودم اصلا کسی نمیدونست که من از پروتز استفاده میکنم، چون تمام بدن ما پوشیده است. شلوار بلند، مانتو، حتی این موهایی هم که الان میبینین به خاطر هیچی همیشه باید پوشیده میشد، چه برسه دیزاین به این زیبایی برای پروتز. وقتی اینا رو میبینم یاد ایران میفتم که گشت ارشاد سر اینکه من یه تار مون بیرون نباشه چقدر منو اذیت میکرد، ولی اینجا به خاطر اینکه من میتونم از این آزادی برخوردار باشم که بتونم اون چیزی رو که دوچار محدودیت هم بوده حالا تبدیل به یه فرصت بکنم. و یه جامعه چطور میتونه با این قضیه من مطمئنم کسایی که طبیعت رو بشناسن هیچ وقت رنگ رو برای زنا ممنوع نمی کنن، هیچ وقت شادی و رقص رو ممنوع نمی کنن، چون اینا چیزاییه که تو طبیعت وجود داره. میدونم که میدونی چقدر لذت بخشه که آدم با عشقش، با همسرش، با شریک زندگیش یا با هر کسی که دوست داره هر جایی که دوست داره بره و اصلا اینقدر جداسازی نباشه، تا اینکه ما بتونیم با تفاوت‌های هم بیشتر آشنا بشیم و تفاوت‌های هم بهتر بپذیریم. تا چند دقیقه دیگه اجرای زنده من شروع میشه و خیلی الان خوشحالم که منم به عنوان یک زن ایرانی میتونم برم شرکت کنم، چیزی که تو کشور خودم هیچ وقت نتونستم به دست بیارم.